سلام دوستان عزیز. روز سوم عملیات تخمیر اولیه. اومدیم سراغ شرابمون. دوستان عزیز دقت کنید، تخمیر اولیه معمولا بین 5 تا 10 روز زمان میبره. وقتی شراب اون اینجوری حباب میزنه یعنی تخمیر فعاله. این مرحله هم زدنم تا جایی ادامه میدیم که شرابمون توفالاش بره پایین و آب زلال انگورمون بیاد بالا. یک نکته خیلی مهم اینه که اگر بخوایم شرابمون عطر و طعم خوبی پیدا کنه، باید بعد هر دفعه هم زدن یک پارچه نخی زیر در این بشه‌هامون یا ظرفمون بذاریم که رطوبت انگورمون رو بگیره. اینطوری خیلی مزه شرابمون بهتر میشه. دوستتون دارم. فردا با هم میایم سراغ ملاتمون، ببینیم چی پیش میاد. زکریا خوب نگهدارتون. میبینمتون. خداحافظ شما.